پرسپولیس بی‌نظیر بود، خصوصا نیمه اول خیلی خوب فوتبال بود. تیمی که میدونست روز گذشته رقیبش مساوی کرده، امتیاز از دست داده و این فشار رو پرسپولیس خیلی زیاد بود. اما این پرسپولیس با توجه به این چند سال اخیر تجربه چنین بازیاری دارن، مثل اینکه اصلا راحت تر داشتن فوتبال بازی، این فشار روشون اصلا مشاهده نمیشد. تو چنین شرایطی دو تا بازیکن خیلی به کمک پرسپولیس، یکی مهدی ترابیه و اورونوف، خیلی خوب همدیگه رو پیدا میکنن. ببینید خیلی خوب همدیگه رو پیدا میکنن. قشنگ ترابی تو میدونه اورونوف باید کجا بره، توپ ارسال میکنه براش و این کنترل دیدنی اورونوفه که بازم میگم برداشت که دو تا صحنه واقعا به کمک تیم در واقع گلگوهر رسید. کنترل سینه‌اش نگاه کنین، کنترل میکنه. من میگم استومی کنترل اینقدر قشنگ کنترل میکنه و برزای واقعا به کمک. این یه صحنه اول بود. یه بار دیگه این گلشونه ببینید. بله اون برونوف توپ میگیره، دیبرونی هم دیروز همینجوری گل زد. قشنگ توپ میفرسته اونجا. کمتر در فوتبال ما این ضربات دیده میشه. اما آیا این گل باید به حساب برونوف بذاریم؟ من میگم بله 60